بسم الله الرحمن الرحیم. شکرالله که میستم یک تن از قهرمانسازان نصاریان. مدت 6 سال میش تمرین میکنم تحت استاد نصار احمد فیضی و 24 مسابقه کردیم. یک تاش باختیم و 23 برد دارم و در تخار، در بدخشان، در اینجا مسابقه کردیم و 26 27 مدال دارم. یک کمربند دارم دیگه. در بلخ، ولایت بلخ ما یک پیروزی آوردیم. پیش از که تمرین نمیکردم شل پول بودم دیگه. کم احساس خودم، کم جرأت احساس میکردم. حالا خوب است تمرین میکنم، تو پر انرژی، پر قدرت احساس میکنم خودم و زیاد وقت شده مسابقه هم کردیم. رشته فورازم که از رشته خوب از دیگه رشته کرده و آدم تندرست میکنه. خوب از دیگه استفاده پای ورزشکار باید تمرین کنه، باید مسابقه کنه و خوشی مزی همی است که باید در خارج مسابقه کنیم، بیرون مرزی در جای باید مسابقه کنیم. کسایی که ورزش نمیکنن و همسن سالای خودم میگم باید ورزش کنن، تمرین کنن. هر رشته‌ای که تمرین میکنه باید تمرین کنن.